آماده عملیات. جوخه جوجه‌ای. جوخه جوجه‌ای پیش به سوی کمک. بیدار شو بو کوچولو. کد بیا اختراع جدیدمو ببین. بلند اسکوپ، مثل یه تلسکوپه که میتونی باهاش بالای چیزای بلند رو ببینی. بیا امروز کلاس مهارت به کاپیتان تلی نشونش بدیم. به نظرتون قراره چی یادمون بدن؟ شاید یاد بگیریم خودمون یه رادیوی مخصوص بسازیم، یا چطور کسی رو که تو درد سر افتاده نجات بدیم، یا اینکه چطوری به صورت مادرزادی خوشتیپ باشیم. جون بابا، وای ما میتونیم تو محلمون به همه کمک کنیم مثل کاپیتان تلی. جوخه جوجه‌ای، همه به خط بشین. صدای کاپیتانه. ما برای تمرینای امروز آماده این کاپیتان تلی؟ متاسفم بچه‌ها، داره بارون میاد، نمیتونیم امروز کلاس مهارت و خلاقیت داشته باشیم. امروز کلاس نداریم؟ نه نداریم. تا زمانی که بارون قطع نشه دویدن این اطراف خیلی برای شما خطرناکه. فکر کردم امروز دیگه یادمون میدید از جلیقه نجات استفاده کنیم. یا مثلا چطوری یه بچه رو درست بغل کنیم. در واقع میخواستم یادتون بدم که چطوری به عنوان یک گروه با هم دیگه کار بکنیم. این که خوراک خودمه. اولین آموزشم باید برای خودم باشه. باشه بو کوچولو، اولین درس برای تو باشه. خب شنیدین؟ داداشتون شماره 1. خیلی خوب، الان میتونید برید. منم باید به کارام برسم. وقتی که بارون تموم شد خودم میام و خبرتون میکنم. اگه تموم بشه. من خیلی منتظر تمرین و کلاس امروز بودم. میخواست یادمون بده چطور به بقیه کمک کنیم. حالا کی بهمون یاد میده که چطوری با ماشین با سرعت برونیم؟ چی؟ منظورم اینه که به بقیه سریعتر کمک کنیم. خوب جمعش کردی بو. اون دیگه چی بود؟ یه هاپو به کمک نیاز داره. یه سگ به کمک نیاز داره؟ من که چیزی نمیبینم. فکر کنم صدای هاپوه داره از اون طرف نرده ها میاد. فهمیدم. با بلند اسکوپ من میتونیم اون طرف نرده ها رو ببینیم. چه خبره؟ یه سگ کوچولو که انگار تو دردسر افتاده. دیگه چی؟ وای برگرد اون. یه سگ کوچولویی که فکر کنم تو رودخونه گیر افتاده، تو دردسر افتاده. میخواید بو خفنه بدوه بره سراغ کاپیتان تلی؟ خیلی کار سختی نیست. من خیلی تند میدوام. کوچولوی بیچاره، ما نمیتونیم منتظر کاپیتان تلی بمونیم. اون کوچولو به کمک نیاز داره. جوخه جوجه‌ای، مأموریت امروزمون مشخص شد. باید اون سگ رو نجات بدیم. بریم به طرف اتاق پیشه. راه بیافتید جوجه های زرنگ، آماده شید برای حرکت. میری به طرف اتاق مخصوص برای شروع مأموریت. لباساتو بپوشو، باربندیلتو ببند. یه چیزی یادت نره، رو صورتت باشه لبخند. 1 2 3 توی چشم هم زدن. رفقای جوجه‌ای آماده‌ن حالا. همه به جای خود بپرید بالا. کوب، سویتی، کوچولو، به زمین بریم جوجه کوچولوها. اون بیرون منتظرمونن. نگران نباشید، ما داریم میایم. جوجه ها آماده کمک کردن بهتونن. تناب، جلیقه نجات و کلمن یخ و یک کاردک. بعداً توضیح میدم. بیاین. این حرکت رو باید بیشتر تمرین کنیم. وقتی کاپیتان تلی بفهمه چقدر خوب به همسایه همون کمک میکنیم خیلی خوشحال میشه. شایدم یه مدال به من بده. واسه کمک کردن به بقیه؟ شایدم 2 تا مدال به هم بده. دومی واسه چیه؟ قراره یه رکورد سرعتی جدید بزنم. ببین. گرفتمت. وای عجب حرکتی بود. آره موهای جذابم تو خطر افتاده بود. سلام رفیق، اسمت چیه؟ اسم من اسکاته و
اونجا زندگی میکنم. وقتی داشتم میدویدم چوبم رو بگیرم یهو افتاد اینجا و بعدش یهو بارون گرفت. مشکل اینه که من بلد نیستم شنا کنم ولی تونستم چوبمو پیدا کنم. ببینین. وای رفیقمون کارش درسته ها، اما الان نمیتونم برگردم خونه. ازش نید خوشحالم اسکات. منم کوپم، این سویتیه و اینم بو کوچولو. ما جوخه جوجه هستیم و اومدیم کمکت کنیم. هورا! اول باید حواسمون به خودمون باشه، پس جلیقه های نجاتتون رو فعال کنی. اینجا رو ببینید، خودم درستش کردم. خیلی قشنگه بو. آفرین بازی گوش جان. حالا باید نقشه نجات رو بکشیم. دارم بهش فکر میکنم. میدونم باید چی کار کنم. خوبه که موافقی. با وسیله هایی که آوردیم یه قایق میسازیم و بعد با این پارو میزنیم تا به اسکات برسیم. منم از عضله هم استفاده میکنم تا این تنه یه درخت رو بندازم و باهاش یه پل موقت درست کنم. اون وقت اسکات میتونه از اونجا بیاد اینجا. آره ولی نه، سریع‌ترین و بهترین راه اینه که جلیقه نجات رو برای اسکات بفرستیم و با طناب بکشیمش اینجا. معذرت میخوام. خیلی خوشحالم که کلی ایده خوب دارین ولی هوا داره تاریک میشه. فکر میکنین بتونین زودتر نجاتم بدین؟ الان میای. اگه شما روش منو با جلیقه و طناب قبول کنی 2 سوت نجاتش میدم. اما پل من قوی تر میشه. طناب پل پل. خوب تو نمیخوای چیزی بگی؟ ببینم کوب کجا رفت؟ وایسا اسکات، الان خودم نجاتت میدم. باشه میشه چوبم من بیارم؟ معلومه که میشه. میتونین با هم از این پل رد بشین. الان درستش میکنم. اسکات منو ببین، اینو ببین. الان جلیقه نجاتو برات میفرستم. این همون چوبت رو آب میمونه، فقط یکم بزرگتر و نرم‌تره. الان بهت میرسم اسکات. یه پل چوبی داره میاد. باشه آماده‌ام. وایسین الان باید چیکار کنم؟ وایسا تا نجاتت بری. ولی نباید اینجوری میشد. فعلا دارم گرم میکنم. وای باد منو برد. عجب بادی بوده. چرا نیومدید کمکم کنید؟ تو چرا نیومدی به من کمک کنی؟ یا به من؟ کاش بتونین حداقل به من کمک کنین. من سردمه و گرسنمه. هوام داره تاریک میشه. باید یه کاری بکنی. بادش خیلی تنده. هم جلیقه من و هم قایق تو رو با خودش برد و پل منم خیلی کوتاه بود. خب حالا باید چی کار کنی؟ من نمیدونم. جوجه ها پس اینا کجا موندن؟ کوپ، سویتی، بو کوچولو. فهمیدم. پرواز میکنیم و میریم اون برا میاریمش. ما جوجه این جوجه ها نمیتونن اونقدر پرواز کنن. البته منظورم با یه هلیکوپتر بود. هلیکوپتر؟ آره دیگه، به یه هلیکوپتر نیاز داریم. ای کاش کاپیتان تلی اینجا بود. اون میدونست باید چی کار کنه. وای انگار صدا تو شنید. جوجه ها اینجا چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونیم چطوری باید اسکاتو نجات بدیم. منو میگه. اینم چوبمه. چوبت خیلی خوشگله. منم همینو بهش گفتم. تو همونجا بمون، الان میایم نجاتت میدیم. خیلی خوب گزارش بدیم. من سعی کردم با قایق برم پیشش و سویتی هم میخواست یه پل درست کنه و بو هم میخواست جلیقه نجات براش بفرسته، اما هیچ کدوم نشد. ما همه چی رو امتحان کردیم. شاید همه کارا رو امتحان نکردیم. هر کدومتون سعی کردین تنهایی این کار رو انجام بدید، اما تلاش نکردین که گروهی حلش بکنید. ای وای، حق با شماست. ما جوخه جوجه‌ای هستیم و جوخه یعنی یک گروه. خیلی خوب، من یه ایده خیلی خوب دارم، ولی خوب باید به هم گوش بدی. هلیکوپتر که توش نداره. دیگه نه، توش کار گروهی داره. نظرتون چیه همه این وسیله ها رو به کار ببریم و یه نقشه جدید بکشیم؟ بو کوچولو، خیلی خوشحالم که بالاخره به این نتیجه رسیدی. جوجه ها آهسته و پیوسته برید.
سویتی این تنابو بگیر و نگهش دار تا ما با این قایق بریم اونور. خیلی مراقب باش. باشه فهمیدم. فقط یک کم دیگه مونده و حالا نگرش دار. حالا نوبت توه. جلیقه رو بنداز. خیلی خوب اسکات، بگیرش. گرفتمش. چه خوبم اندازمش. حالا خیلی آروم بیا به سمت ما. دارم میام. تقریبا رسیدی. گرفتمتون. موفق شدیم. هی آفو کوچولو، خیلی گرسنه بودی آره؟ خیلی خوب شد که با خودتون غذای اضافه خوبتر داشتید. این که شما صداشو شنیدید و اومدید بهش کمک کردین. بهتون افتخار میکنم. جوجه یه کار گروهی فوق‌العاده داشتین. آره ممنونم که نجاتم دادی. شما قهرمانای منین. از من تشکر نکن، از کل گروهمون تشکر کن. کاری نکردیم که بابا بیخیال. من قیقیلکیم. عملیات با موفقیت انجام شد. قد جوخه جوجه‌ای.